بر دوستای گلمون. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. با یه ولاگ دیگه کنار شما عزیزان هستیم. امروز از هوس چی کردیم؟ آش رشته. آره گفتیم بریم باغ سبزی بگیریم، بعد از اونجا هم براتون ویدیو بگیرم. وایسا با هم بریم، با هم وایسا. من بخرم بیام دیگه. نه دیگه بریم، منم فیلمشو بگیرم. احرام میخواد انگور بخره. دار نایلون بکشیم. میخواد انگور برداره. Çok narinkiler bu. Ona hormonu. Ona hormonu. Olsun götürün. Tamam aşağıda. Sevgi sakın. Doktorlar geçti. Ha ne oldu? Bunlar böyle hormonu var. Yok ya bazıları var. Şirin bunlar. Şöyle. Ya. خب اینا جعفری هستن. چه بویی، به به. اصلا سبزی تازه واقعا روح آدم رو زنده میکنه. یه هوای تبریز کم کم خودش رو نشون میده. خیلی سرد هوا، خیلی خنک شده هوا. بریم که یه کمی سبزی بگیریم. اینا بکنم کمی تنبل هستم. اینا فلفل هستن. گوجه فرنگی های تازه. بهرام میشه خودمون گوجه فرنگی برداریم؟ ازشون بپرس ببین. شاید بذارن ها. اینا هم تلخوم هستن. بدون کلم بردار. نه این چطور بردار. اینو بیا یک کمی هم هویج برداریم. یه مشنبا بیا. کابونم بردار. کلم گمری. یه کمی هم گوجه فرنگی برداری. پلای تند. İşte o da şirin biberden çok böyüklerden var. Ya şöyle. Burada bu yıl keçeci oldu diye. Adamlar şu günde yürütüyor ya. خب ما وسایل رو گرفتیم. فقط نعنا نتونستیم بگیریم که گفتن نعنا رو تموم کردیم. برم ببینم از اون باغ بالا میشه گرفت یا نه. خب اینم از کدو تنبلای خوشگل. کارهای باغ هستن که از باغ چیدم. کردن صرف کشیدن چون واقعا
سبزیاشون که تازه است، آب نمیزنم، ماندگاری بیشتری دارن. رو خاطر همه میان از اینجا بگیرن تا از مغازه ها. خب ما خریدامو کردیم، الان میریم خونه. حالا ببینیم آقا بهرام کمک میکنه که سبزی ها رو پاک کنیم یا فقط تو خوردنش به همون کمک میکنه. ولی نه خدایی کمک کن، سبزی ها زیاده، هم سبزی پاک کن هم فوتبال. خب دارم با الهه جون سبزی ها رو پاک میکنم. هویج و کلم و پیاز آشو پوستشون رو کندم شستم، میخوام الان خوردشون کنم بذارم بپزن. خب از دلم من یه قاشق روغن زرد ریختم، الان میذارم که این یه کمی با اینا تفت بخوره، بعد اون یکی موادش رو بریزم. نصف پیمان برنج ریختم، یه پیمانم بلغور. ببرم که اینا رو بشورم بعد بریزم تو گابلمه. میخوام سبزی ها رو آبکش کنم. الهه زنگ زده که با دوستم میاییم اینجا، منم گفتم زودتر آمادش کنم تا آشین خوب جا بیفته. ببینم هویجاش پخته و حبوبات رو بزنم. پیاز روی آشو میخوام کم کم سرخ کنم. پیاز سفید نداشتم، کمی از باغ آورده بودم، از این پیازهای قرمز. اینا رو باید زود بردارم چون زود میسوزن اینا. برای تزیینات آش و اینطور چیزا پیاز سفید خوبه. بهرامم دستش درد نکنه، داره ظرفامو میشوره. البته ظرف که نه، چند تا لیوان داشتم. دستش درد نکنه. مرسی. مرسی. خب دوتام اصاره مرغ رو تو آب جوش حل کردم تا اینم بریزم تاش. پیازام که در حال سرخ شدنه. خب پیازم سرخ شد، میذارم کنار. خود رو بیارم بریزیم. خب نرارم ریختم روغن پیازا، یه حبم سیر سرخ کردم اونور. نمک بریزم. عدس یادم رفته بود، بعد گذاشتم که بپزه، بعداً بریزم تو آش. خب عدس من پخته شد، میخوام عدسم بریزم توش. الان نوبت رشته است. زهرا اینا جاشون خالی. خب من آشم حاضر شد.
بکشم. الهام دوستش نیومده، کار براش پیش اومده، تنهایی اومد. خب بکشم بریم نهارمونو بخوریم. به بچه آشی شده الهه. خب بریم که نعنا خشک رو آش خوشگل من جای همتون خالی، واقعا خوشمزه شده. خب الی هم که برگشته، خوش گذشت الی؟ عالی بود، جای همگی خالی. مرسی. داره ظرفایی که برده بود و میشوره. خب یه ظرفم ریختم ببره خونه محمدینا. مزه های آشو بگی. دستت درد نکنه، واقعا عالیه. دست بابات درد نکنه، سبزشو خرید خودش پاک کرد، آشو پخت. ببینم چجوری طعمش. کشکش کم نیست، بریم کشک بیارم. واقعا خوشمزه شده. آش مامان پس. آره. مزه همون آشو میده. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودی. مرسی از نگاه زیباتون. مواظب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.